مشاهیر ایران زمین. این بار از کوچه باغ‌های شعر و ادب فارسی گذر می‌کنیم. با شعر و کلامی از بزرگان آشنا می‌شویم. به تماشای آینه‌ای از اندیشه می‌ایستیم. اینجا سخن از شاعری است که گاهی از عشق می‌گوید و گاهی پندهای حکیمانه می‌دهد. سعدی شیرازی. اما این بار سخن نه از سعدی شاعر، نه از سعدی عارف، نه از سعدی عالم علم سخنوری، سعدی فیلسوف، سعدی خلاق المعانی نیست. این بار او را به عنوان یک مربی جامعه شناسی و در قالب یک روانشناس و یک جامعه شناس بشناسیم. او راه و رسم زندگی، سیاست، تدبیر، اندیشه‌ای صحیح را برای همه طبقات اجتماع، از پیر و جوان، بازرگان، سیاستمدار و همه اقشار با دقت و تیزبینی بیان نموده و راهکارهایی را هم ارائه میده. شرقشناسان اروپا از قرن 17 میلادی نام سعدی رو در ادبیات خود ذکر نموده و گلستان و بوستان رو به زبان لاتین ترجمه نمودند. در کتاب مشهور هانی ماسه موسوم به تحقیق درباره سعدی فهرست نام منتخبات آثار وی اومده. بسیاری از نکات تربیتی، اخلاقی و رفتاری رو که روانشناسان و جامعه شناسان سالها پس از وی بیان نمودند و دریافتند، سعدی شیواتر و فصیحتر و بلیغتر حدود 700 سال قبل بیان نموده. از قرن 19 وقتی که برای اولین بار در اروپا علوم مختلف از یکدیگر جدا شد و هر شاخه‌ای به طور مجزا در دانشگاه تدریس شد، نویسندگان و دانشمندان متعددی به بررسی مسائل اجتماعی پرداختند. از جمله جامعه شناس و روانشناسی و خطیب و سخنوری است که متولد 1888 میلادی که وی نیز یک مربی بزرگ جامعه بشری است. بالغ بر 43 سال به تربیت و ارشاد و هدایت مردم اشتغال داشته. اما اعجاز سعدی در این است که علاوه بر این که وی افصح المتکلمین است، این مربی بزرگ روانشناسی عملی و جامعه شناسی رو در قالب کربات و اشعار بیان میکنه، به کلمات روح میبخشه و اونها تا ابد جاودان خواهد ماند. او سعی کرده که در تسهیل روابط افراد با یکدیگر دروسی رو به مردم بیاموزد. اونجا که دیل کارنگی روش صحیح و تنظیم مخارج زندگی رو یادآوری میکنه، چه شیرین سعدی چون یک عالم علم اقتصاد بسیار شیواتر بیان میکند: چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میخوانند ملاحان سرودی. اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشکرودی. هنگامی که سخن از خوب گوش دادن و شنیدن است، می‌فرماید: سخن گرچه دلبند و شیرین بود، سزاوار تصدیق و تحسین بود. چو یک بار گفتی مگو باز پس، که حلوا چو یک بار خوردند بس. زمانی که در جامعه بلبک به پند و اندرز و موعظه می‌پردازد و تذکر وجود خدای بزرگ را می‌دهد: دوست نزدیک تر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست، در کنار من و من مهجورم. و باز پای پیاده طی طریق می کند، در جنگ صلیبیون اسیر می شود، به کار گل می گمارندش. چون از آن حادثه نجات می یابد، به یاد یار و دیار افتاده و به شیراز پرناز برمی گردد. از گلکاری نجات می یابد و به گلکاری می پردازد و گلستان می نویسد. اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست، تا بر سرش بود چو تویی سایه خدای. گاهی در کعبه سر بر آستان خدای می‌گذارد و زیر لب
به همسفر خانه خدایش درس می دهد و مردم را به عدالت اجتماعی متذکر می شود. از من بگوی حاجی مردم گزای را، کو پوستین خلق را به آزار می درد. حاجی تو نیستی، شتر است از برای آنک بیچاره خار می خورد و بار می برد. زمانی دیگر به ریاکاران زهدنما چه خوب درس می دهد. عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. در نهایت آنکه مکتب سعدی مکتبی است در کنار باغی به قشنگی بوستان و در خلال پیچ و خمهای دیگری است به نام گلستان. آنگاه که دیگر از این همه صفای باطن و علو طبعی که خداوند به او داده پر می گردد، دیگر شعر نمی گوید، خیال است که به جای خاطر بر صفحه کاغذ نقش می بندد. به خاطر داشتم چون به درخت گل برسم، دامنی پر کنم هدیه اصحاب را. چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. سعدی در باب 8 گلستان در آداب صحبت به رازداری چنین توصیه دارد: خاموشی به که ضمیر دل خویش با کسی گفتن که مگوی، ای سلیم آب ز سرچشمه ببند، که چو پر شد نتوان بستن جوی. و نیک می دانسته نامش در قالب کلام و سخنش همیشه جاوید خواهد ماند، که چنین کلک خویش را به گردش درآورده و پیشگویی نموده. بماند سالها این نظم و ترتیب، ز ما هر ذره خاک افتاده جایی. غرض نقشی است که از ما باز ماند، که هستی را نمی بینم بقایی. مگر صاحب دلی روزی ز رحمت، کند بر کار درویشان دعایی.